امروز مثلا شما چند شاگرد دارید در رشته علم تحقیق و سمت پژوهشی آنها اصلا از چی بارده است؟ تا کجا آن برای جامعه ما مهم است کاری که آنها میکنند؟ من شاگردان نیو زیاد دارم. تقریبا زیاده از 40 نامزد علم و 4 دکتر علم با باید رسوندم. هنوز هم اسپرانتان دارم هم دکتران پیشدی که در حرفه به اتمام رساندن رساله های علمیشان هستند و من از خدا امید دارم که هنوز هیچ نباشد در 15 شاگرد دیگر رو به واقع میرسانم. شما میتونید چند عالم ما رو نامبر کنید که در رشته علم‌های دقیق یعنی فیزیک و متماتیکا در عرصه بین‌المللی امروز نام برآوردن؟ من فقط در سوای ریاضیات میتوانم نامبر کنم. مرحبا. 3 کس شما گفتید. 3 کس. عبدالحمید جورایف اولین توجیکی که سال 1967 برای اکادمیک الیان نیسترویچ ویکا در سن 38 سالگی صاحب درجه دکتر علم شد و بعدا نامبردار مردم توجیک شد. معلم خودم است. در من دانشگاه ملی ما به درس خواند. عبدالحمید جورایف اولین دکتر علمی فن‌های فیزیک و متماتیکا از تاجیکستان. دومین عالمی که حقیقت در تمام دنیا نام برآورده بود این کمال‌الدین بویمتوف. فکر میکنم که آن استایی که کمال‌الدین بویمتوف در علم ریاضی گذاشت نه همه علمان دولت‌های مشترک منافی به همین درجه رسیدند. هر یک کار علمی که کمال‌الدین به سامان میرساند یک کتاب است، یک پرابلم است. متاسفانه ویان در قید حیات نیستند. در حین سن کمالات در 50 سالگیش این دنیای پدرود رفتند. و سیمین یک عالمی که بسیارم امروز نام و نسبش روی زبان همه کس هست. تیمور صابرов. این یگانه عالم توجیکی که در سن 32 سالگی در شهر ورونج دیسرتاسیای دکتری امویه کرد. در سن از 32 سالگی تا سن 37 سالگی مدیر کافر یکی از مکاتب عالی ورونج بود و یکی از بزرگترین عالمان توجیک است. امروز در بین عالمان توجیک فکر نه هنگی میگم قریب 30 تا دکتران علم هستند. اینا اولین های بودند از تاجیکستان که با مسئله مشکل ریاضی همه وقت ناترسیده میچسبیدند. حال می نمودند در سن نهایت جوان همشان دکتر علم شدند. لیکن متاسفانه یگان تا اینا به سن کمالات نرسید. عرصه این علمایی که من نامبر کردم عرصهشان راستی گپ یکی از دیگری بهتر بودند. تا حال به همین علم‌هایی که نام مونند پیدا نشدند. نه گپ در دیگر جوابه میگن تو هر مرد و هر دور و هر زمان است. اون دور خودشان بودند. امروز خیلی زیاد هستند در تاجیکستان علمانی که اساساً دستاوردهای خیلی زیاد علمی دارند. اینا من برای چه گفتم؟ برای آنکه اینا اولین ها بودند. اولین هایی که کشفیات‌های خیلی زیاد کردند و علم در دل همه مردم هستند. امروز هستند برابر اینا هم هستند. در برابر اینا هم کار کردگاه هستند. زیادی از علمان متماتیک ما خیلی هم با نفوذ هستند. ببینید شما استاد سالهای زیاد با محصلین توجیک درس میگید، شاگرد آماده میکنید، همیشه در راه تحقیقات‌های سواحل متماتیک ریاضی قرار دارید. عموما سطح آموزش علم‌های دقیق مخصوص متماتیکا از طرف دانشجویان توجیک امروز چگونه است؟ شما قناعتمند میکنند؟ من یک چی گویم
نه آشکارا بید؟ نه چرا؟ من برای مقصف فقط شما میگم اون زمانی که من در کافه جوان بودم درس میدونم مثلا فن تحلیل متماتیکی 4 سمستر میخوندم 4 سمستر در یک سمستر برای این فن 106 ساعت جدا شده بود 4 اگر این با ضرب کنیم این میشد 560 ساعت در 560 ساعت این اساس تمام متماتیک است چه در من فنوی مدل دیفرنسیالی مدل فیزیک متماتیک در تمام این با اساس است امروز همین برای همین فن همگی 90 ساعت جدا کرده شده در 90 ساعتی چه مختن میشه و در بعد من فکلتت ما بنام مخمات است من رو در خوندم یک صفحه است بنام مخمات است مقدار ساعت اویی که بود متواصلین استودنت‌ها در همین فکلته مخمات میخونند از تمام من مقدار ساعت‌ها شاید 25 27 ساعت متماتیک باشد دیگر تماما دیگر چه هستند عموما من این تنقیب نیست این واقعیت است این واقعیت است فکلته یکی متخصصی فن متماتیک معلم میبراید اون از اونجا میاد دیگر که اوای همه 25 27 فویز همین علم میآموزند علاوه بر این وقتی که میبیایند از مکتب سست هستند ما با همین ساعتون نمیتوانیم که اونو تربیت کنیم و از اونو یگان عالم یوگا کنیم مجبوریم که شاگرد بروریم میشینیم شب روز کار میکنیم لیکن فکلته که مخمات شد یعنی متماتیک که شد لااقل 75 فویز فنا باید متماتیک باشد چون از اونجا متخصص متماتیک میباید اما متاسفانه خیلی نیست یعنی توجه به اختصاص بیشتر باشد توجه به اختصاص متخصص شخصی که باید تخصص خودش از یاد میداند با یک کس دیگر میتواند آموزد با عامه میتواند فهماند با آمطور میتواند فهماند که این فن چی است چی میآموزد مسئله آیندهش چی است و همین اگر نباشه باید چه خیلی متخصص عموما از نگاه شما کدام عامل ها میتونند که برای پیشرفتی یا رشد علم های دقیق مساعدت کنند؟ یکمش تعلیم متماتیک در مکتب میانه به درجه بلند باید باشد دویمش تعلیم متماتیک در فکلته های متماتیکی تمام دانشگاه ها درست برآمده شود انتخاب اسپرانتو و دکترانتو باید رویکی نباشد خانه‌های را قبول کرد که دانش کافی دارند و در همین ساحه متخصص شده میتوانند اینها میتوانند در نوبت خود بعد دیگرها تربیت کنند فن خودشان برای دیگرها آموزند و وقت اونم گلستان میشد برای سه پیشنهاد کرد آیا زمینه یا تحقیقی موجود است؟ زمینه تحقیقی قریب 15 سال آخر یک سیستم دستی بالون نمیگن بالون میدونید شما روسیه از وی دست کشید بلاروس از وی دست کشید دیگران قلقو دو سال پیشتر من میدونم ما شرکت گرفته و دست کشیدن در تمام مکاتب علم در دانشگاه ما هم مثلا برای معلم اجازت داده شد که با طریق کلاسیکی پیشتر هم امتحان قبول کنند هم لیکس خوانند از این سیستم باید دست کشید فایده نداره یک قضاوت کنید من لیکتر هستم من در بین 25 کس شاگردای خودم دارم و اینجا خیلی میشد که من دوام سال با هر یک هفته اونو با 4 ساعت درس میدم وقت امتحان میبینم من نمیدونم که کیش خیلی میسپرد بعدا میبینم که اونی که در دستم نبوده است باید 5 داره باش اینی که من درس خونده ایستاده است و شب روز کار میکنه 4 دارد یا دیگر خیلی هیچ نفهمیدم چند بارها مدت برای این خیلی گپای پست و بلندم شد لیکن عموما من تعلیم و تدریس باید حقانی باشد خود من وزارت معارف و مخصوصا دانشگاه ملی رکتور ما یک آدم جوان است خیلی سعی کوشش دارد یکمش اینکه وی آدم عملا گوش میکند بسیارم یک راستی گپ علم اقتصاددانی خیلی هم ارزنده هم است موری نبود است که یکان مسئله به نظر شما بدرآید و برای شما نیگوید درست فهمانده توانید